این داستان کاملا واقعیه و وقتی که 4 سالم بود برام اتفاق افتاد. بابام عاشق سفر کردن بود. همیشه موقع تعطیلات با من و مامان میزد به جاده. یه بار رفتیم یه جایی که چند روز بمونیم. الان اسمشو درست یادم نیست. یه کابین چوبی اجاره کردیم. یادمه داخل کابین خیلی خوشگل بود. همه جا رنگی رنگی بود و دکور کریسمسی هم داشت. البته زمان کریسمس نبود. طبقه دوم خیلی بزرگ بود. یه هال و آشپزخونه و یه دونم اتاق داشت. ما تو روز رسیدیم. همه چی به نظر خیلی نرمال می اومد تا اینکه شب شد و ما یه صدایی شنیدیم. انگار یکی داشت دستگیره رو میکشید که بیاد داخل. من اولین نفری بودم که متوجه صدا شدم و سریع به مامانم گفتم، ولی اون حرفمو باور نکرد. اما یکم بعد خودشم دید. چند دقیقه دستگیره در همون جوری تکون نخورد. ما از ترس اصلا جرئت نداشتیم ببینیم کی پشت دره، ولی بعدش صداهای دیگه هم شنیدیم. انگار 2 تا چیز استیل داشتن به هم می‌خوردن. یکم بعد همه صداها تموم شد. بابام میترسید یهو یکی بخواد درو بشکنه و بیاد تو. واسه همین گفت که سری بریم وسایل رو جمع کنیم که از اونجا جیم بزنیم. البته قبلش پدرم به پلیس زنگ زد و گفت که بیان این اطرافو بگردن. خلاصه چون اون صداها از در جلوی اومده بود، ما هم از در پشتی فرار کردیم. ماشینمون روی تپه پشت کابین بود. من تو ماشین خوابم برد و صبح روز بعد از خواب بیدار شدم. داشتیم میرفتیم به یه مسافرخونه که اصلا مثل اون کابین خوشگل و بزرگ نبود. حالم گرفته شده بود، ولی بعدش خوشحال شدم که از اونجا در رفتیم، چون یکم بعدش فهمیدیم که اون صداها رو در می آورد. اون شب پلیس اومده بود و اطراف کابین چوبی و کامل گشته بودن. ما چیزی پیدا نکرده بودیم، ولی وقتی وارد کابین شده بودن یه مردو پیدا کرده بودن که به جای دست قلاب داشته. گویا اون داشته دستگیره در رو با قلاباش باز می‌کرده، ولی بعدش قلاباش تو هم گیر می‌کنن و واسه همین صدا استیل می‌اومده. دقیقاً 5 دقیقه بعد از اینکه ما از کابین رفته بودیم، اون بالاخره تونسته بود که در رو باز کنه و بیاد تو و دنبال ما میگشته. پلیس توی کمد طبقه بالا چند تا جنازه پیدا کرده بود. انگار قرار بود ما رو هم بذارن تو کمد. وقتی از مسافرخونه برمیگشتیم خونمون، تو پمپ بنزین نزدیک همون کابین چوبی نگه داشتیم. مامان میگفت نباید اینجا نگه داریم، ولی بابا گفت نگران نباش، پلیس چارچشمی حواسش به اون مرده هست و دیگه دستش به ما نمیرسه. همگی رفتیم تو فروشگاه کوچیکی کنار پمپ بنزین تا خوراکی بخریم. خوشحال و خندون از فروشگاه اومدیم بیرون و رفتیم سمت ماشین که ناگهان چشممون به یادداشتی روی ماشین افتاد. روش نوشته بود ما آدم زیاد داریم، به زودی میبینیمتون. و لازم به گفتن نیست که ما دیگه پامون اطراف اون منطقه نذاشتیم.